سلام بچه‌ها، چطورین؟ خوبین؟ سلام نوکرتم، صبح بخیر. قربانت. خب سریع بریم سراغ مبحث امروزمون در مورد غشای یاخته و سیتوپلاسمه. به نظر چیز جذاب میتونه باشه؟ فکر نکن. منم یکم میخندم و فوری میرم سراغ سوال اول. 2000 years later. خب بریم سراغ سوال اولمون. گفته کدام مورد در تکمیل عبارت زیر مناسب است؟ در ساختار بخش از یاخته که داره خاصیت نفوذپذیری انتخابیه. خب الان ما میدونیم منظورش چیه؟ منظورش همون غشامونه دیگه، درسته؟ در نقطه چین مولکول اون همواره، یعنی باید این همواره، یعنی باید کاملا در مورد همه صدق کنه و همیشه وجود داشته باشه. خب گفته در بزرگترین مولکول‌های اون، با توجه به تصویر کتاب بزرگترین مولکول‌ها منظورشون چیه؟ منظورش پروتئین‌ها هستش. پس بزرگترین مولکول‌ها شد چی؟ پروتئین‌ها. میتوان زنجیره کوتاه از مولکول‌های قندی را همواره در اتصال با قسمتی از اونها مشاهده کرد، در صورتی که با توجه به تصویر کتاب یه سری پروتئین سرتاسری بودن یا یه سری پروتئین‌هایی بودن که فقط در یک سمت از عرض غشا قرار داشتن. الان تصویر سمت چپ که نگاه میکنید، هم به اونایی که فقط در یک سمت غشا قرار داشتن، هم به سرتاسری ها متصل میشه. اما مثلا اینجوری نیست که همواره به پروتئین ها متصل بشه، چون که الان سمت راستمون یک کانال رو میبینید، کانال پروتئینی میبینید که کربوهیدراتی بهش متصل نیست. پس به خاطر همین گزینه 1 رد میشه. گزینه 2 رو نگه میداریم، میریم سراغ گزینه 3. گفته بزرگترین، خب دوباره بزرگترمون میشه چی؟ میشه همون پروتئین دیگه، درسته؟ دارای منفذی برای جابجایی مواد بین دو سوی غشای یاخته است. بله اینم برای کانالامون درسته، اما با توجه به تصویر سمت چپ میبینیم که یه سری پروتئین ها هستن فقط در یک سمت غشا قرار گرفتن و هیچ منفذی برای عبور مواد و خروج اونها ندارن. پس همواره در مورد همشون هم صدق نمیکنه. پس گزینه 3 هم رد میشه. گزینه 4 گفته بیشترین. با توجه به تصویر متن کتاب ببین، هر لحظه ما داریم برمیگردیم به تصویر متن کتاب که کاملا تصویر کتاب رو تو ذهنتون داشته باشید. بیشترین مولکولامون چیا هستن؟ 5 ثانیه فکر کن. آفرین، فسفولیپیدها هستن. پس بیشترین مولکولامون شدن چیا؟ شدن فسفولیپیدها. فسفولیپید. مقابل هر اسید چرب یک فسفولیپید، یک اسید چرب از فسفولیپید دیگر قرار گرفته. چرا این غلطه؟ بازم بهت میگم آفرین، چون میدونم کاملا الان تو ذهنت تصویر کتاب و میتونی بگی چرا. چون که در مقابل مثلا این فسفولیپید کلسترول قرار گرفته یا در مقابل این فسفولیپید کلسترول قرار گرفته. پس همواره در مورد همش صدق نمیکنه. ممکنه بعضیا در مقابلشون فسفولیپید باشه، فسفولیپید در مقابل فسفولیپید، بعضیا در مقابل فسفولیپیدمون کلسترول باشه. پس گزینه 4 هم رد میشه و جواب ما گزینه 2 هستش. اینم از سوال اولمون. خب میریم سراغ سوال دوممون. ببین یه سوالای برات آوردم که با خودت بگی به به چه سوالای خوشگلی، چه سوالای جذابی. به به چه دافی. بخوریمه بخوریمه لیست زمین. خب بریم سراغ حل سوالمون. گفته هر پروتئین غشای یاخته که با هر دو تلای فسفولیپیدی در تماسه. خب با توجه به تصویر کتاب منظورش پروتئین سراسری دیگه، درسته؟ فاقد نقش آنزیمیه. من تو یه نگاه ردش میکنم. میگه چرا؟ میگم الان بهت میگم. ببین پمپ سدیم پتاسیم یه پروتئین سراسریه، درسته؟ نقشش یه آنزیم تجزیه کننده ATP، یعنی برای کاراش نیاز به یک ATP داره و میاد ATP رو تجزیه میکنه. پس مثال نقضش شد چی؟ شد پمپ سدیم پتاسیم. پس گزینه 1 رده. گزینه 2 گفته به کربوهیدرات متصله.
خب با توجه به تصویر کتاب میبینیم که هم پروتئین سراسریمون به کربوهیدرات متصلن، هم پروتئینایی که غیر سراسری هستن و فقط در عرض یک غشا قرار گرفتن به کربوهیدرات متصلن. پس میشه هم پروتئین‌های سراسری هم پروتئین غیر سراسری. گفته با سر گلیسرولیش. خب سر گلیسرولیش میشه اینجا، درسته؟ سر گلیسرولیش بذار من با یه رنگ دیگه مشخص کنم براتون. سر گلیسرولیش اینجاست، درسته؟ با سر گلیسرولی فسفولیپیدها نیز در تماس هستن. ببینید چرا این گزینه ما درسته؟ با توجه به تصویر کتاب میبینید که کربوهیدرات ها از سمت بیرون به غشا یاخته متصل شدن. خب سر گلیسرولی فسفولیپیدها هم چیه؟ آب دوسته، درسته؟ و قسمت آبگریزش این اسید چربشه که در امتداد اون یکی اسید چرب فسفولیپید دیگه قرار گرفته و سر گلیسرولیش در سمت بیرون غشا، یعنی در سطح خارجی این بیرون غشا قرار گرفته. میفهمید چی میگم؟ سر نگاه کنید این گلیسرولیش خب این ور قرار گرفته، از اونم گلیسرولیش اون ور قرار گرفته. الان با توجه به تصویر کتاب ببینید که کربوهیدرات‌ها در تماس، نگاه کن اینجا میبینید در تماس به گلیسرول قرار میگیرن، یعنی بیشتر در تماس با سر گلیسرولی هستن تا سر اسید چربش که قسمت آب گریزشه، درسته؟ پس به خاطر همین گزینه 2 درسته. گفته هر پروتئین غشا یاخته با هر دو بخش فسفولیپیدها در تماسه. خب ببین شاید الان فکر کنی که با هر دو بخش فسفولیپیدها منظورش چیه؟ منظورش چیه؟ منظورش اینه که فسفولیپیدها کلا از دو دسته تقسیم شدن، یکی سر گلیسرولیشون هست، یکی هم اسید چربشونه. اسید چربشون که به این میگن، درسته؟ سر گلیسرول به این میگن. حالا گفته دو بخش فسفولیپید، پس دو بخش فسفولیپید شد این و این. حالا سوالمون چی بوده؟ گفته با هر دو بخش فسفولیپیدها در تماسه. خب الان ما میبینیم که هم پروتئین غیر سراسریمون اینجا میبینی هم با سر گلیسرول در تماسه، هم با اسید چربش، یعنی با هر دو تا بخشش در تماسه. پس شد هم پروتئین غیر سراسری در تماسه، هم پروتئین سراسری که دیگه کاملا مشخص و واضح هست. پس گزینه 3 در مورد چی داره صحبت میکنه؟ هم پروتئین های سراسری، هم سراسریا و هم غیر سراسریا. گفته در سرتاسر عرض غشا امتداد پیدا کردن. این کسایی میزدن، درسته، که فکر میکردن گفته با دوتا لایه فسفولیپیدیمون در تماسه، ولی نمیفهمه منظور از بخشه همون سر اسید چرب و گلیسرولیشه. پس گزینه 3 به خاطر همین رد میشه. گزینه 4 گفته به زنجیره منشبه قند متصله، هم میشه پروتئین سراسری هم پروتئین غیر سراسری. حالا ادامش سوالمون چی گفته؟ در فرایندهای عبور مواد، این که دیگه کاملا واضحه، پروتئین غیر سراسریمون که اصلا هیچ موادی ببین از بین اونا عبور نمیکنه یا مثلا از بین این عبور نمیکنه، اما به کربوهیدرات متصله. مثلا یا همین پروتئین سراسریمون بازم هیچ موادی ازش عبور نمیکنه، فقط کانال‌ها مثلا در عبور مواد نقش دارن، تازه هیچ کانالی هم کربوهیدرات بهش متصل نیست. الان حال تصویرم دیدید. پس گزینه 4 هم رد شد. خب میریم سراغ سوال سوممون که از سراسری سال 92 براتون آوردم. گفته در یک یاخته روده انسان بخش اعظم غشا از مولکول‌های تشکیل شده. خب منظورش فسفولیپیدها هستن دیگه، فسفولیپید منظورشه. گفته فاقد کانال‌های دریچه‌دار میباشه. خب این که کاملا درسته، چون کانال‌های دریچه‌دار اصلا همون پروتئینامون بودن. حالا همون پروتئین‌ها میتونن دریچه‌دار باشن، اصلا کانال باشه یا کانال نباشه، اصلا این در مورد پروتئین‌ها داره صحبت میکنه. پس وقتی گفته فاقد درسته. نسبت به مولکول‌های آب بسیار نفوذپذیرند. کاملا غلطه. چرا؟ چون فسفولیپیدهای ما یک سر اسید چرب دارن. اسید چربش برای چی در امتداد اون یکی اسید چربش یا در امتداد کلسترول قرار گرفته؟ چون که آبگریزه. پس به خاطر همون قسمت اسید چربش یا همون بخش آبگریزیش که داره گزینه 2 رد میشه. گزینه 3
گفته حداقل به یک زنجیره پلی‌ساکاریدی. منظورش چیه؟ منظورش همون کربوهیدراته، درسته؟ اتصال داره. چرا غلطه؟ الان با توجه به تصویر کتاب ببینید که فقط الان نگاه کن، این همه فسفولیپید ما داریم در سمت بیرون سلول میبینیم، اما فقط یه تعداد معدودیشون هستن که فقط به کربوهیدرات ها متصلن، نه همشون، درسته؟ پس گزینه 3 هم رد میشه. گزینه 4 گفته دارای منافذ ویژه‌ای برای عبور درشت مولکول ها می باشن. این هم در مورد پروتئین ها اصلا صدق میکنه. اصلا فسفولیپیدها ببین جای داره. الان پروتئین ها نگاه کن چقدر فضا داره برای عبور مواد، مولکول های درشت، در صورتی که اصلا فسفولیپیدها نه. نگاه کن اینجور فضای بینشون رو نگاه کن، فضای بین اینو نگاه کن. پس گزینه 4 هم در مورد پروتئین ها داره صحبت میکنه. گزینه 4 هم رد میشه و جواب ما گزینه 1. خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو منو همراهی کردین. لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. تا دیدار بعد، خدا نگهدار. دوستتون دارم شدید، به مدت مجید. خداحافظ.